موز بکن زشته. میشه کسی معلوم اومدم داگی میخورم؟ همیشه برام سوال بود که اگر ما دست نداشتیم چجوری میتونستیم کارامونو بکنیم. قرارمون اینه که توی این ویدیو ببینیم اگر دست ما بسته باشه ما بدون دست میتوانیم غذا بخوریم یا نه. کدوم شروع کنم پوری؟ تخمه. تخمه راحته. بعدش کار میگی؟ تخمه بد داریم چفر ها. موز بکن زشته. خب چون تو دوست داری عزیزم بخور نوش جونه دور سرت بگردم الهی. بخور بکنیم بخوام موز بخورم باید بلورش کنیم. من خوب میخورم با این سن. ما دانیال جون جدا از هر چیزی ولی خدایی خوب میخوری یا نوش جان. میخوای بدون دست بی موز بخور. ببین کار سخت میرم. انگورم راحته. یا اینجوری صدا میشنم. بایستا مودم بیشتر رو بخورم. ای جانم ای جان انگار دارم انگور رو بوسش میکنم. میشه ماست شروع کنم؟ آره داگی باید بخورم. نگاه ماست باید تازه شد. میشه کسی معلوم اومدم داگی میخورم؟ زبونم درد گرفت. یه ذره ماست داری؟ از این ماست میترسیدم. بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روزا واقعا همشو بخورم؟
لذت میگیرم دیگه ماستی شدم دیگه هم نمیتونی منم میام دعوا گرد خیلی شخور الان اوکیه آبم خود سخته هر چیزی عقل کار کنه برنده تمام شد دستمالم که نمیاری من خواهم تمیز کنم نه؟ فکر کنم چی دیگه هم بیار بده ما بخوریم چی دوست داری بیاره که بخوری؟ تو که همه چیزو خوب میخوری. این دفعه چی دوست داری بیاره که بخوری؟ نوشه جون. خب بچه ها خیلی ویدیوی جذابی بود به نظر خودم خیلی حال کردن تخم مریض میکنم اگه فکر میکنید که از این نوع چالش ها بیشتر دوست دارین بیشتر قرار براتون بگم برام کامنت کنید یا کامنت سابسکرایب یادتون دوباره میگم که خیلی مطمئن شم که هنوز لایک کامنت سابسکرایب نکردم اونا برام لایک کامنت سابسکرایب کنم و اینکه یادتون نره دوستتون دارم یه عالمه اندازه یه قابلمه و اینکه اینجا آلمان ریخت دوستتون دارم I love you vibe lab